کردید به چنل یوتیوب من. امروز قراره بریم با هم دیگه یکی از شهرهای کوچولوی لرستان رو بگردیم. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموش نشه و کامنت انگلیسی بذار. دوستت دارم. بریم برای ویدیو. ما رسیدیم اینجا، بهش میگم پاد جنگلی. خیلی خوشگله. خوشگله اینجا. آخه آدم از طبیعتش لذت میبره. وقتی بهش میگن استان طبیعت همینه ها. این تازه مثلا یه قسمت کوچیکی از طبیعتشه. ای نگاه، وای چه برقی میزنی. چقدر خوشگله. دلم میخواد ازش فیلم بگیرم. اینجا که میبینید پارک جنگلیه. از قسمت خوشگل دروده. رفتم خوراکی بگیرن. نشستم اینجا. 2 hours later. میخوایم بریم یکی از سفره خونه هاش. اوکی. البته من انقدر رفتم و دیگه فکر کنم همه منو میشناسن. Oh my god! ولی میخوام یکی از قسمتایی که تا حالا نرفتم و بهتون نشون بدم. هم برای خودم جذاب باشه، هم برای شما. بچه ما محل مورد نظر رو انتخاب کرده. چقدر خوبه آخه. سنوپر چیه؟ پدیده. بله سوتیو داشتی. ما هنوز که هنوز اینجاییم. ساعت چنده؟ ساعت 7. خب ما ساعت کنم 4-5 اینجاییم. همچنان اینجاییم. عمه گلی زون به داف زدی. فدات شم. خب بچه ها ولاگ تموم شد. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. ستون دارم. خداحافظ.